شادروانان، طباطبایی و بهبهانی. یادداشت پایین را با اندک دیگری هایی از دفتر مشروطه 1328 می آوریم. این دو مجتهد ارجمند و پاکدل با کوشش‌های خداخواهانه خود در تاریخ ایران جای بسیار والایی برای خود باز کردند و نامهاشان برای همیشه آرایه تاریخ کشور و مایه سرفرازی ایران خواهد بود. این دو نیکمرد در جایی که می توانستند مانند دیگر ملایان از دستگاه خود سود فراوان جویند و کاری به نیک و بد توده ندارند، مردانه پیشوایی جنبش مشروط خواهی را به گردن گرفته گزندها و آسیبهای بسیاری را در راه پیش بردن مشروطه به جان خریدند تا به خواست ارجمند خود که سربلندی و نگهداری استقلال کشور بود رسیدند. رفتار این دو پیشوا نیک نشان می دهد که گذشته از مردانگی و دلیری بسیار خردمند نیز بودند. ما برای نمونه یکی از گفته های شادروان طباطبایی را که پس از پیش آمد مسجد شاه 21 و 22 آذر 1284 گفته و همان دستور مقدمه بسنشینی شورشیان در عبدالعظیم و پذیرش درخواست‌های آنان از سوی مظفرالدین شاه گردیده است، از تاریخ مشروطه در اینجا می‌آوریم. شادروان طباطبایی یک راه بسیار بجایی اندیشید و آن این که فردا در شهر نمانند و به عبدالعظیم پناهند و با کسانی که در خانه‌اش می بودند چنین گفت: اکنون که به اینجا رسید کار را یکسره گردانیم و آن را که می‌خواستیم 3 ماه دیگر کنیم جلو اندازیم. ما اگر فردا در شهر بمانیم عین الدوله امام جمعه و مردم را به کار برانگیزد و باشد که میانه کسان ما با کسان امام جمعه زد و خورد پیش آید و آنگاه هنگامه حیدری و نعمتی و جنگ دو کوی برپا گردد و خواست ما از میان رود. شادروان بهبهانی کسی است که به راستی شاینده عنوان بزرگ پیشوایی است. آسیب‌ها و گزندهایی که بر این بزرگمرد در راه مشروطه خواهی رسیده چندان فراوان است که اگر بخواهیم همه را بنویسیم نیاز به کتابی جدا خواهیم داشت. تنها برای نمونه یک تکه از داستان پارک امین‌الدوله را از کتاب تاریخ مشروطه ایران در اینجا می‌آوریم. در آن کتاب هنگام گفتگو از رفتن طباطبایی و بهبهانی به پارک امین‌الدوله پس از بمباران مجلس 3 تیر 1287 و پس از آن ریختن سربازان و مردم بی سر و پا به درون پارک و رفتار وحشیانه ایشان با آزادی خواهان از زبان کسی که خود در آنجا بوده چنین آمده: بهبهانی و طباطبایی و امام جمعه خویی را چندان زدند که اندازه نداشت. یکی از این رو سیلی یا مشت یا قنداق تفنگ می نواخت و آن یکی فرصت نداده از آن رو مشت یا سیلی می خوابانید. می دیدم سر لخت آقا سید عبدالله در هوا اینور می رفت آنور می گردید. در همه این آسیب ها تنها سخنی که از زبان اینان بیرون می آمد جمله لا اله الا الله بود. به ویژه بهبهانی که هرگز جمله دیگری بر زبان نراند. پس از آن که از زدن سیر شدند آن زمان به کندن ریش ها پرداختند. دسته دسته موها را می کندند و دور می انداختند. شادروان بهبهانی با یاوری دیگران توانست حکومت مشروطه را در ایران برپا گرداند، لیکن در زمان همین حکومت با نیرنگ بدخواهان کشته شد و گذشته از جایگاه پیشگامی که داشت در رده شهیدان آزادی نیز درآمد.